از مدت‌ها قبل نیاز مبرمی جهت پوشش بیمه‌های دام احساس می‌شد. به همین منظور در کشورهای اروپایی بعضی از اتحادیه‌ها وام‌هایی به کشاورزان اعطا کردند. اما در بعضی از سال‌ها بروز امراض مصری دهان و پا در بین دام‌ها سرمایه‌های وام دهندگان را به خطر انداخت. بانکدارانی که اقدام به اعطای وام کرده بودند در صدد تامین و پوششی جهت حفظ سرمایه‌های خود برآمدند. وجود بیمه دام می‌تواند برای جبران خسارت مفید باشد. در بیمه دام احشام و حیوانات در مقابل مرگ ناشی از حادثه، مرض و یا حوادث ناشی از حمل و نقل و عدم نفع ناشی از امراض دهان و پا بیمه می‌شود. بیمه‌نامه دام معمولا برای حیواناتی مثل اسب، گاو، گوسفند صادر می‌شود. برای امراضی مانند سیاه‌زخم دهان و پا، بیمه‌نامه جداگانه و پوشش مجزا صادر می‌شود.